آیین سنتی خونسلح در روستای میرابه شهرستان گیلان غرب بار دیگر رأفت و گذشت را معنا بخشید. جوانی که 12 سال پیش مرتکب قتل گردیده بود، سرانجام با وساطت و پیگیری‌های مسئولان و بزرگان طوایف حلاوت گذشت را با رأفت اولیای دم چشید و توانست فرصت حیات دوباره برای جبران مافات به دست آورد. هیچ مشکلی نیستیم ولی که خواست خدا و خدای هزار بار شکر یا نه با اسبینه میخوارزم ادام نکم اخشام و جمعیت و قرآن. در این مراسم سردار قنبری جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم استان در سخنانی اظهار داشت تاریخ این جوانمردی را فراموش نخواهد کرد و این کردار نیک و آیین خداپسند سالهای سال زبان زده خاص و عام خواهد بود. خیلی از مسئولان در جمع ما نیستند منتها پیام دادن حسال من الحمدلله فرمان آزاد و منت یانزانی مدیر کمان سے بیچیه پیان کیمو خاک مالانی سپاس خدای را عز وجل. و این گونه است که لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست. شهبازپور، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان گیلان غرب.